با نزدیک شدن انجام مهلتی از نو به قیدگیری سیمکارت‌ها که 16 آگوست است، صف ساکنان هم در پس دری نقطه‌های شناسنامه‌دهی زیاد می‌شود. ساکنانی که یک ماه باز انتظار گرفتن شناسنامه نو هستند میگویند مجبورند چند ساعت وقت خود را در دالان‌های تنگ و گرم مرکزهای شناسنامه‌دهی سپری کنند. هر کس می‌بره اینجا очередь نداره که اوزا میلیسای полковник به چی اومد داد بوی کداک درآمد رفت очередь کی مردم گرفت. ما ساعت 5 نیم سحر اومدم یکم آدم بودم پیش ما 8 کس جواب داد. 8 آدم جواب داد. ما راضی نیستم ایو. شما برای چی اومدید؟ ما برای پاسپورت گیری اومدم، نه که پاسپورتم ولی تیار نشده. با گذشت یک ماه شناسنامه ظرفشان رحمان و هم آماده نشده است. او از آن میترسد که تا انجام مهلت معین شده نمیتواند شناسنامه نو بگیرد و تلفنش قطع می شود. گفتن که 25 ماه در بین که اومدیم نوبت بیساره نمیدونم اگر نوبت شود میگیریم. نمیدونم از پرسیدم آخران که میگه به نوبت. ما اصلا برای سیم کارت برای تلفن برای بچه‌مون راه دور در زندگی میکنن. گفتم خیلی کی استفاده بریم سیم کارت را در علاقه باشیم خاطر فرزندمون احوال زندگیشون خبردار شیم. بر اساس دستور حکومت از ماه فوریه سال 2019 ثبت دیگرباره شماره‌های مشتریان شرکت‌های تلفنی به نامشان باید تا 16 آگوست به پایان رسد. اما مردم نه فقط برای سیم کارت تلاشی تیزتر عوض کردن شناسنامه خود را دارند. در بانک و دیگر اداره‌ها هم از آنها شناسنامه پلاستیکی طلب می‌شده است. میره نمیتواند بانک در پول. بانک نمی‌تواند. نه میگه که و پاسپورت اینا پلاستیکی. باز فرمون یک طرف دولت داره مجبوری بکنی خیلی. ما 25 سناتوریا باید برم ندارم پاسپورت. مقامات میگویند شناسنامه‌های کاغذی هم در برابر شناسنامه‌های نو در اعتبارند. این واسکنی از سال 2014 شناسنامه نو هر دو شناسنامه هم در اعتبار است. از اعتبار برآمدگی نیست. فقط برای گرفتن سیم کارت تلفنی موبیلی با قرار حکومت با شناسنامه نو نمونه سال 2014 شرکت‌های موبیلی میگویند تا امروز حدود 2 میلیون سیم کارت را با شناسنامه نو به قید گرفتند. بسیاری‌ها بر این باورند که مقامات در مهلت باقی مانده ظرفیت دادن شناسنامه‌های نو به ساکنان را ندارند. مسئله مهلت این قرار را ما بررسی کرده ایستاده‌ایم و مهلت‌های نزدیک به شما می‌رسانیم. وزیر کارهای داخلی همچنین در رابطه با شکایت برخی از ساکنان از مشکل در گرفتن شناسنامه‌ها گفت چندین تن از کارمندان خدمات شناسنامه‌دهی را برای راه دادن به کمبودی‌ها مجازات کرده است. با گفته او حالا ساعت کاری این کارمندان 2 برابر زیاد شده، کمبودی‌های اصلی در بخش برطرف شده است. مسئله ای از نو به قیدگیری سیم کارت ها در تاجیکستان از تیرمای سال گذشته یک مسئله بسیار داغ شد. بنابر معلومات شرکت های موبیلی بیش از 3 میلیون سیم کارت دیگر حالا باید دوباره با شناسنامه نو ثبت نام شود.